چرا هیچ وقت در دنیا مسابقه خرسواری برگزار نمی شود؟ پس از بسیار تحقیقات مشخص شد که اسب‌هایی در میدان مسابقه فقط در یک خط راست و مستقیم حرکت می‌کنند و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسب‌هایی به جلو نمیشن، بلکه اگر سوارکارهای خودشون یا اسب‌های دیگه زمین بخورن تا جایی که بتونن سوارکارهایی رو لگدمال نمی‌کنن. ولی خرهایی وقتی در خط مسابقه قرار می‌گیرن پس از شروع اصلاً توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه ندارن و حواسشون فقط به خر رقیب است که در جناح چپ و راستشون می‌دوند. آنها تنها هدفشون این است که مانع رسیدن خرهای دیگر به خط پایان شوند، حتی به این قیمت که خودشون به خط پایان نرسن. از این تحقیق نتیجه میگیریم که افرادی ناتوان که میدونن که خودشون به خط پایان نمیرسن، با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن مانع رسیدن دیگران به اهدافشون میشن. آنها در واقع مسابقه خرسواری را راه میاندازن.